Beyond the public eye, a dark fascination lies. A close associate exposes the private world of Mojtaba Khamenei, his obsession with the mechanics of death, and his chilling curiosity about the final moments of his father's enemies. This is the story they didn't want you to hear. من یه خاطره رو میخوام نقل بکنم به نقل از یک مقام امنیتی نزدیک به مجتبی خامنه‌ای. یکی از تفریحات مجتبی خامنه‌ای در گذشته این بود که با این مقام امنیتی وقتی دیدار میکرد، از همین جنس دیدارهای محمدی، خاطرات ترورهایی که در خارج از کشور، خاطرات قتل‌هایی که از فعالین سیاسی که منتقد حکومت جمهوری اسلامی بودن، این خاطرات رو خیلی بهش علاقه‌مند بود، خیلی گوش شنوایی بود برای شنیدن نحوه اتفاق افتادنش. این قتل چجوری برنامه‌ریزی میشد، چجوری طراحی میشد، چجوری اتفاق میافتاد، این ترور چجوری شکل میگرفت. به ویژه یکی از مهمترین خاطراتی که خیلی براش جذاب بود و بارها دوباره سوال میکرد، بهش میپرداخت به امید این که شاید زوایای دیگه‌ای رو از اون ترور هم براش مکشوف بشه، خاطره ترور شاهرو بختیار هست و جزئیات اون اتفاق که چجوری چاقو رو گرفتن، خون چجوری پاشید، خون به کجاها پاشید، چی میگفت در لحظات آخر، تو چشماش چه چیزی بود، همه اینها رو به کرات سوال میکرد در دیدار اول، دیدار دوم، و خاطره‌ای بود که خیلی برای جذاب بود. مکرراً از اون فرد همیشه میپرسید یه بار دیگه برای من این خاطره رو تعریف کن. پس این نشون میده که از لحاظ شخصیتی این آدم طرز فکرش چی هست، علاقه‌مندی‌هاش چی هست، این حجم از خشونت و علاقه‌مندی به خشونت، جزئیات یک خشونت. یه وقتی کسی یک ذهن استراتژیکی داره، سوالش مثلا تحلیلیه، میگه آقا چرا این فرد رو ترور کردین، دلیلش چی بود، برنامه‌تون چی بود؟ نه، اتفاقاتی که در اون فرایند ترور میفته از بعد حجم خشونت، از بعد زجر، از بعد خشم، از بعد کینه، از این بود براش جذاب. This isn't just a memory. It's a blueprint for power. General Pur Jamshidian, a top security official, recently offered a special thanks to Mojtaba Khamenei for his historical decision on January 8th and 9th. What the regime celebrates as decisive management and restoring order was, in reality, a direct order for the slaughter of Iranian protesters. The chilling obsession with death that Yassin Ramin describes is exactly how Mojtaba Khamenei rules today, through calculated, cold-blooded massacre.